این جایی که من ایستادم تپه تاریخی زال زرد است. شما را قصه های رنگین از این تپه و از این دهه انتظار است. تنها با ما باشید. رفتیم. زال در همین منطقه به وای رسید. ممکن در همین جا باشد. در همین زال. بعد باروی ریاضو ماست در همین منطقه و با رودابه و میخرد و ازدواج و چخیلی که میدونیم رستم پهلوان افتخاری تمام فارسی زبانان از روی روایت فردوسی بزرگوار تولد میشه. اومدن قوم غول اومد همین دهه موضع زال زر ارتباط نام دریای سرخاب رو قزلسون اون کردن. سیاکو رو که خیلی از دوره منوچهر سرچشمه میگیره قراتون اون کردن. در دهه پرابلم بسیار یکی از آن پرابلم نبودن بونگوی طبی. تا با امروز ما مسافه 2 کیلومتر 3 کیلومتر رو طی میکنیم با دهه همسایه دهه هرچه میریم. وقتی که داخل حوله میشویم حتما در خانه ها در حوله ها من به چشم قلمفور میرسد. معنای این یک مضمون چی دارد؟ یعنی همون چشم نرسد گفته. چشم میگیره چه میچشیم. به نهایت خوشمزه